با خاطر گرامی داشتی شاعر خلقی تاجیکستان لایق شیرعلی در کتابخانه ولایتی عمومی به نام تاشخوجه اسیری تحت عنوان از من عمری دوباره خواهد ماند همایش ادبی برگزار گردید. گفته شد که در تاریخ رنگین و پرافتخار ادبیات تاجیک نام فرزندان فرزانه ملت با حرفهای زرین ثبت گردیده آفریده‌های شاعران و نویسندگان همچون میراث پرغناوت برای اهل بشر خدمت می‌کند. یکی از شاعران نامور ستاره درخشان عالم ادبیات شاعر خلقی تاجیکستان لایق شیرعلی محسوب یافته به نظر محققان شاعر با اشعار خویش در صحیفه‌های تاریخ و فرهنگ مردم فارسی زبان نقش ناستردنی گذاشته است. هر سال در این شب و روز در کتابخانه ولایتی عمومی به نام تاشخوجه اسیری محفل‌های ادبی و فرهنگی نمایش اثرهای شاعر راه اندازی می شود و این تدبیر امکان می‌دهد که خرد و بزرگ از اشعار حیات و روزگار شاعری دوستداشته خود بیشتر آگاه باشند. کارمندان کتابخانه به مناسبت این جشن در کتابخانه محفل لایخوانی برگزار نموده در تمام شعبه‌ها و کتابخانه فیلال‌های آن نمایش‌های باشکوه کتابی مطبوعاتی را به خاطر باز هرچی بیشتر معرفی کردن و شناساندن این نابغه ادبیات ملی کارها، چاره‌بینی‌ها، همین گونه محفل‌ها را روی دست گرفتند و این گونه نمایش‌ها را به معرض تماشا و بهره برداری خوانندگان گذاشتند. در تالار علمی تعلیمی کتابخانه مونوگرافیا و رساله‌های جداگانه آنهایی که درباره استاد لایق تحقیقات انجام دادند نگهداری و مورد استفاده خوانندگان قرار می‌گیرند. لایق شیرعلی با آفریده‌های خود در دل خرد و بزرگ معوا گرفته محبت مردم به شعر و ایجادیات شاعر روز از روز بیشتر می شود. محققان چنین می شمارند که ورود لایق شیرعلی به ادبیات اگر از یک طرف برای آفریدن تصویرهای نوی شاعرانه، ابرازهای جالب، قبای تازه پوشانیدن به شعر اوریان و احیای سنت‌های فراموش شده نیاگان سبب شده باشد، از جانب دیگر با شرافت او نه تنها محتوا بلکه در موضوع شعر سالهای 70 و 80 عصر گذشته تحول جدی به میان آمده است. استاد لایق یک شعری گفتند که آن شعر یک اندازه بازگشت به همان اصالت ازلی ادبیات هزار ساله ما بود، هم از لحاظ زبان ویژه شعری یعنی زبان خاصی شعری، هم از لحاظ اندیشه و حکمتی که در شعر داشت. یعنی استاد لایق از سلک همان شعرای هستند که تنها به آب و رنگ شعر توجه بیشتر ظاهر نکردند بلکه به درون مایه شعر، یعنی شعر در برابر آن که آراسته با صنایع بدیع باشد همچنین درون مایه شعر پربار از اندیشه و حکمت شناختی هستی انسان باشد. خدمت‌های استاد لایق شیرعلی در ادبیات با اردن، مدال و افتخارنامه‌ها قدردانی شده است. سال 1976 برای مجموعه خاک وطن و الهام از شاهنامه به استاد لایق شیرعلی جایزه دولتی ابو عبدالله رودکی تقدیم گردیده بود. برای سهم ارزنده در رشد ادبیات و خدمت‌های نوتکرار لایق شیرعلی عنوان دولتی شاعر خلقی تاجیکستان را سزاوار شده است.